به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستور عمل انسان، هر یک شما را خوش آمدید میگویم. دهه آخر ماه شریف رمضان آغاز شد و این برنامه ما برنامه مستقیم است و در مهمانی ما سهراب عادلیان ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فکولته حدیث شریف شما را خوش آمدید میگویم. خوش باشید. و امروز تصمیم گرفتیم یک صحبت آزادی داشته باشیم در مورد ماه شریف رمضان و دهه آخر ماه شریف رمضان، و چون انا همین روزها و وقتهایی که دوباره دیگر بر نمیگردد و بسیار غنیمت است. اما ما و شما چگونه این روزها را سپری میکنیم و این لحظه ها شما ما را مستقیم تماشا میکنید. تماشابینان گرامی، میتوانید سوال های خودتان را در باره دهه آخر ماه شریف رمضان در زیر چت نوشته کنید و زیر نوار لایک مانید تا که دیگران تماشا کنند و به دیگران نیز نوار را فرستید تا که دیگران نیز با ما شوند و بعضی سوال های خودشان جواب را مستقیما از دامولا بگیرند. و خب ما در لحظه چند درباره اعتکاف نشستن کمی صحبت کرده بودیم با شما و شما بسیار معلومات های خوب و لازمی برای ما گفتید و درباره شب قدر نیست. میگویند بعضی ها میگویند که شب قدر در محض در 27م شب ماه رمضان است و تا چه اندازه همین جای دارد؟ آیا 27م را فقط یک روز را انتظار شویم یا اینکه یگان دلیل های قوی تری دیگر هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، شب قدر واقعا در تعیینش در کدام شبی از شبهای رمضان بودنش یگان دلیل قطعی از قرآن و سنت نیست که شب قدر شب 27م یا شب 21م یا شب 21م از جانب الله سبحانه و تعالی یا از جانب جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نص صریح باشد. نص صریح چی؟ یعنی لفظی صریح که شب قدر شب 27م است مثلا. انا همین رو نص صریح میگن، نیست در قرآن و سنت، بلکه عمومی دلیل ها هست که دلالت میکند که شب قدر در دهه آخر ماه مبارک رمضان است. حتی در این موضوع اختلاف زیاد است. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری 46 قول را ذکر کردند. یعنی 46 قول است در مورد شب قدر. حتی سیوطی 50 قول جمع کردند. یعنی چی ها قول ها؟ مثلا یکی از این قول ها قول عبدالله ابن مسعود: من یقوم الحول یصیبه، کسی که 1 سال شب زنده داری کند شب قدر در میابد کند. یعنی در بین 354 شب یکتاش انیق قدر است. اگر 354 شب زنده داری کند میابد کند. این وسیع ترین قول است در این باره. لیکن الله سبحانه و تعالی برای ما معلوم کرد که شب قدر در داخل ماه رمضان است. نه ما حاجت ندارد که 11 ماه دیگر کابیم. برای چی؟ برای اینکه الله تعالی گفت این انزلناه فی لیلة القدر، ما این قرآن رو شب قدر نازل کردیم. گفت خب این در سوره قدر است. در سوره بقره گفت که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان ماهی است که ما در این قرآن را نازل کردیم. این دلالت میکند که قرآن در ماه رمضان نازل شده است و در شب قدر آن نازل شده است. این دلالت میکند که شب قدر در داخل همین 30 روز یا 29 روز رمضان است. یکی از شب‌های آن شب قدر است. اکنون برای ما دلیل لازم است که لازم ما کوتاه کردیم، از به جای 354 شب به 30 شب آمدیم. چون که الله تعالی که ماه رمضان ماهی که قرآن نازل شد و قرآن در شب قدر آن نازل شد. خب این دلالت می‌کند که رمضان شب قدر در داخل رمضان است. برای همین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای جستجوی شب قدر 10 شب اول اعتکاف نشستند. 10 شب اول رمضان 10 شب زنده داری کردند بار اول و سحری 11 از اعتکاف برآمدند. وقتی که برآمدند جبریل آمد گفت که این الذی تطلب
امامک، آن چیزی که تو میکوی در پیش است. گفت این حدیث در صحیح است، دلالت میکند که شب قدر در دهه اول نیست، یعنی که 20 شب دیگر موند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه هایی که گفتن که کسانی که همراه من اعتکاف نشسته است باز اعتکاف نشینید در دهه دوم. بعد در دهه دوم هم نشستم، 10 شب دیگر نشستن، شب زنده داری کردن پر. این در همان سال اول یا سال اولی که شب قدر رو جستجو میکردن. بعد سحری روز 20 پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستن که برآیند از اعتکاف، یعنی 20 شب شد، خواستن که برآیند. جبریل آمد گفت که این الذی تطلب امامک، این لفظ بخاری است، در دیگر لفظا تطلبه آمده است، آن چیزی که تو جستجو داری یعنی شب قدر رو در پیش است. این حدیث صحیح است، دلالت میکند که شب قدر در دهه آخر است، چون که در 2:20 جبریل آمده از آسمان خبری الله تعالی رساند که شب قدر در این 20 شب نیست، در پیش است، در دهه آخر است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در اعتکاف نشسته بودند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب بودن وحی آمد. وحی آمده شب قدر رو معین کرد. شب قدر 10 شب همش شب قدر نیست، یک تا شب قدر است. ولی همین چیز را ذکر کردنی بودم چون روایاتی هست یا حدیثی خیلی هست. بسیار است روایات. ولی انا همین گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونستند که کدام شب قدر است، اما فراموش کردند. اما نمیدونیم که این صحیح هست یا نه. صحیح است، صحیح بخاری است، در حدیث صحیح بخاری مسلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم معین شد، دانستند که شب قدر کدام شب است. بعد گفتند که بر آمدن به نزد مردم از خیمه خود در یک برج مسجد خیمه زده بودند. خیمه که مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم را وقتی که خواب میکردن از دیگرها ستر میکرد. بر آمدن از خیمه خودشون، بر آمدن گفتن که من بر آمدم تا اینکه شب قدر را به شما خبر دهم کدام شب است. ولکن تلاح فلان و فلان، پیامبر صلی الله علیه و سلم نامشون را نگرفتن برای آنکه این در حضور مردم تنقید یک دو نفر یا یک نفر این خوب نیست. گفتن که فلانی و فلانی تلاح جدال کردن. این در بین مسلمان ها زیاد است. دو کس مثلا اینش هم علم ندارد، اینش هم علمی کذایی ندارد، بین هم دیگر یک چیز اینشون شونی دیگر، یک چیز اینی دیگر، همه چیز رو نمیدانند. بعد بین هم دیگر کشاکشی میکنن. هم وقتی آنها میرد یک کشاکشی قریب 1 ساعت 2 ساعت دوام میکنه. به جای این شما چندین دعا میکردید. امروز مسلمان ها به دعای ما محتاج است. مسلمان ها در تمام انحای عالم در بلا مصیبت هستند، علل خصوص مردم فلسطین. ما به دعا محتاج هستیم، آنها به دعای همدیگر محتاج هستند. مسلمان باید تمام مسلمان ها را دعا کند. و جای همین جدال، کشاکشی، آنهایی که برای ما هم سوال میدهند غالبا سوال هاشون بعد کشاکشی هست. یعنی اول جنجال میکنن بعد میپرسن. یعنی قصه کوتاه همون 2 نفر جدال کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم من گفتم بر آمدم تا اینکه شب قدر را به شما خبر دهم، لیکن فلانی و فلانی بعضی موقع که ابن ابی حضرت بود و کعب ابن مالک بود، همین 2 نفر بین همدیگر جدال کردن. فرفعت، پس شب قدر برداشته شد. گفتن بعضی علما میگن که این شؤمی جدال است، شؤمی کثافتی یعنی جدال کشاکشی 2 نفر است. به سبب همین کشاکشی برداشته شد. در دیگر روایت یعنی فراموش کردم. به سبب کشاکشی جنجالی که آنها داشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم فراموش کردن. یعنی اهمیتی پیامبر صلی الله علیه و سلم تشویش شد. شما وقتی که میخواید یک مسئله رو خوشرو فهمید، لیکن 2 نفر وقتی که در روبروی شما جنگ و جدال میکنن شما پر را نمیفهمید. یا فراموش میکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که فراموش کردن. و فراموش کردن در اینجا علما میگن که این به پیامبر صلی الله علیه و سلم عیب حساب نمیشود. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان حکم شریعت را فراموش نمیکنن مگر الله تعالی اینجا فراموش کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم را خواست. گفتن که و عسى ان یکون خیرا، شاید که همین فراموش کردنی من برای شما خیر باشد. برای چی؟ برای آنکه اگر یکی علما گفتن که اگر شب قدر معلوم باشد، شب مثلا 21 یا شب 27 مردم همون یک شب زنده داری کنن، هیچ یگان مشقتی نیست، یک شب هیچ گپ نه، همه
یعنی آدمی با غیرت و بی غیرت همون شب رو شب زنده‌داری میکنه. لیکن وقتی که در داخل 10 شب مخفی هست، در این وقت همه 10 شب زنده‌داری نمیکنه. بسیار آدم‌هایی که ظاهراً دیندار هستند و بسیار دیندار میتوان خواب میکنن در این شب‌ها. یعنی در این شب‌ها شخصی با غیرت و دیندار خود را به الله سبحانه و تعالی نشان میدهد، معلوم میشود. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم شاید فراموش کردن من خیر است گفتن. و خلاصه انیق نیست شب قدر، در همین 10 شب است. قول صحیح در همین 10 شب یک شب قدر است. حتی بعضی ها گفتن که طاقهای همین شب. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن حجر، حافظ ابن حجر صاحب فتح الباری، امام نووی و از امام های بزرگسال امام مالک، امام شافعی، امام احمد، همه اینها میگن که شب قدر در داخل 10 شب آخر رمضان است. بعضی ها میگن که فقط در ویترهایش، در طاقهایش. ما اگر طاقهاش جستجو کنیم، جفتهای وقتی که از دست میدیم، شاید جفتی ما طاق دیگر دولت است. شما میدونید که مردم ها، یعنی زمین که دایره شکل است، نماز ما بعضی ها بسیار در دلشان تنگی پیدا میشود که برای چی مسلمان ها موحد نیستند، برای چی مسلمان های دنیا نمیتوانند یک دهنه شوند و همه یک روز روزه دارند. ما سوال میدیم نماز بزرگ است یا روزه؟ مرتبه کدام عبادت بزرگ است؟ شما گویید نماز بزرگ است یا روزه؟ مرتبه کدام عبادت بزرگ است؟ سوال شما جواب گوید. نماز رکنی دویمین اسلام است، ستون دین اسلام است. نماز از روزه با قوت است، مرتبهش بلند است. لیکن همین نماز آیا ما مسلمان ها در یک وقت میخوانیم؟ با امداد آیا مردم امریکا، مردم مثلا عربستان در یک وقت میخوانند؟ نه، به نهایت وقتی فاصله خودی در روسیه بعضی کشورهاش بامداد میخونن، بعضی منطقهاش مثلا پیشین میخونن، بعضیش عصر میخونن. برای چی ما در نماز موحد نیستیم؟ برای آنکه زمین دایره شکل است. الله تعالی نماز و ما روزه ما را وابسته به گردش آفتاب معین کرده است که آفتاب برآمد بامداد میخونید، آفتاب که غروب کرد شام میخونید. همین گونه روزه ما هم بله هیچ گپ ندارد که هر روز مسلمان‌ها پیش قفا روزه دارند. یعنی فهمو شد در بعضی جا جفت می شود، در بعضی جا دیگر تاق می شود. خب فرض کردیم در بعضی کشور تاق است، این شب 21 است، در جای ما مثلا 22 است مثال. بعد در پیشگاه الله تعالی ما این شب 22 گفته خواب کنیم و این شب 21 باشد، چی میشد؟ بنابراین قول صحیح، قولی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه اختیار کردند، 10 شب را شب زنده داری کردند در کار. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط شب‌های طاقش شب زنده داری نکردند، 10 شب همش شب زنده داری کردن. دو سوال دیگر پیدا میشه. دوم من پیش سخنهای شما دو سوال پیدا میشه، چون یکیش درباره گفتم که نماز بهتر از همش چون رکن اسلام است، چون نوکک شما گفته گذاشتید، بلکه بسیار از مردم و اکثر مردم تاجیکستانی خودمون روزه را روزه میدارند اما نماز نمیخونند. این سوال یک و بعد از اون برمیگردیم به سوال دیگر انشاءالله. شما چگونه با آنها نصیحت میکنید؟ یعنی شما گفتید که رکن اسلام است، نماز بزرگتر بالاتر است، اما روزه میدارند و نماز نمیخوانند. بله، کسی که نماز نمیخواند و روزه میدارد، قول طایفه از علما این است که نمازش قبول نیست. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که وقتی که تو به مردم یمن میروی، آنها اهل کتاب هستند، یهود و نصارا هستند، اولین چیزی که آنها را دعوت میکنی به توحید دعوت کن. آنها الله تعالی را یگانه پرستش کنند و به الله تعالی چیزی را شریک نوارند و به شهادت دهند به پیغمبری من. اگر این مسئله را از تو قبول کنند، بعد برای آنها نماز را تعلیم ده که 5 وقت نماز بر آنها فرض است. اگر 5 وقت نماز را هم قبول کردن، بعد به زکات امر کن. یعنی مرتبه ها داره. آن آدمی که نماز نمیخواند روزه او قبول نیست. این در نزد طایفه از علما مانند امام احمد، امام بخاری رحمت الله علیهم و امام ابو حنیفه و مالک و شافعی، اینا میگن که مقصد روزه را خواند
روزه رو داشت و با نماز ترک نماز اگر از جهتی تنبلی باشد میگن یعنی کافر نمیشود میگن. برای آنکه واقعا نماز مسئول، حتی همین مذهب حنفی، بگذار مردم طبق مذهب حنفی عمل کن. در مذهب حنفی جنایتی آن شخصی که نماز نمیخواند جزاش چی است؟ یا آدم نماز نمیخواند ما میگویم که برای چی نماز نمیخونی؟ مگر فرضیت او رو انکار میکنی؟ میگوید که نه، من نماز رو اعتراف دارم، نماز فرض است و خیر انشالله میخونیم کارها که سبک شد میخونیم. گفت مثلا همین آدم حکمش چی است؟ در نزد مذهب امام ابو حنیفه حبس ابد است. این از همه مذهبی سبک است، یعنی زندان ابدی تا آن روزی که نماز خواند. اگر نخواند تا آخر عمرش در حبس می ایستد. این مذهب حنفی است. مذهب مالک و شافعی حکمش قتل است میگن. 3 روز حبس کرده میشد، مهلت داده میشد که توبه کند و بازگشت کند. اگر که نخواند حکمش قتل است، ولی همچون مسلمان دفن میکنیم میگن. یعنی میشوییم، کفن میکنیم، نماز جنازه میخونیم، به قبرستان مسلمان ها دفن میکنیم. امام احمد حکمش قتل است، لیکن نمیشوییم، کفن نمیکنیم، دفن نمیکنیم، نماز جنازه نمیخونیم، به قبرستان مسلمان ها دفن نمیکنیم. یعنی این خطری کلان داره. شیطان به یک سجده که نکرد دنیا آخرتش سوخت، با وجود علمش، با وجود مرتبهش. الله تعالی به یک سجده که با اونم به آدم، نه به الله تعالی. شما وقتی که اگر نماز فرض رو ترک کنید در یک روز، 17 رکعت نماز فرض دوتاگی سجده دارد، 34 میشد. 34 سجده نمیکنید در باز در نزد الله هست. این سجده در نزد الله هست، امر الله تعالی است. خب با سوال 2 میگذاریم چون زیر سوال ها زیاد پیدا میشه، از سوال با سوال دیگر پیدا میشه. من گفتم سوال 2 مربوط باز برمیگردیم به همین شب قدر. چون در دولت‌های سابق شوروی و باز برمیگردیم به مردم تاجیکستان، آنها تنها یک روزی 27م، شما گفتید که شما حتی گفتید که شب تاق در بعضی منطقه ها دیگر شب است، اما مردم تاجیکستان تنها یک شب را انتخاب کردند و یا 3 شب آخر را انتخاب کردند و در همون شب را انتظار میشن. با اونها شما چی گفتنی هسته؟ چی نصیحت، چی پند است برایشان؟ شب 27 از جانب الله تعالی معین نشده است. از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان حدیث صحیح در دنیا نیست که پیامبر علیه السلام گفته باشند که شب قدر شب 27 است گفته باشند، نیست. بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم، ما در شرح حدیث بخاری هستیم، چندین حدیث ها رو شرح دادیم، در همش میگویند که شب قدر رو در دهه آخر جستجو کنید، در شب‌های ویترش جستجو کنید، لیکن جستجو کنید شب 27 نیست. شب 27 از بعضی صحابه ها ثابت شده است که قسم میخوردن که شب 27 است. ماهی یک چیزی دیگر، شب قدر قول صحیح چی است نگفتیم. گفتیم که قول صحیح در دهه آخر است، لیکن و یک شب معین نیست که مثلا شب 24 هر سال شب 24 نه، تتنقل گفتن. این سال شب 24 باشد، سال آینده شب 29 هم است، ممکن سال آینده شب 21 است، تنقل می‌یابد گفتن علما. برای چی؟ آن آدم هایی که شب 27 گفتن و قسم به نام الله می‌خوردن که شب 27 است، شاید همان شبی که آنها شب زنده داری کردند و سحریش آفتاب شعاع نداشت و پیشانشان به لای سجده کرد، گفتن که این شب انیق شب قدر بود، گفته قسم خوردن همان شب در نظر دارن، همان سال همان شب 27 بود. لیکن قولشون، مردم همین قولشون رو حفظ کردن تا زمانی ما اومد. یک چیزی دیگر باز دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، من میبینم که شما زیادتر هستید اما لایک کم ماندید. اگر خواهید که تماشابینی ما زیادتر شود و مردم زیاد ما رو تماشا کنند و سوالهای خودتون را میتونید زیر چت نوشته کنید، ما انشالله به بعضی سوالهای شما جواب خواهیم گفت. دستگیری کنید نوار رو، چون برنامه ما این لحظه ها برنامه مستقیم شما تماشا میکنید و هر یک از شما میتونید به دیگران نوار رو روان کنید تا که دیگران نیست تماشا کرده توانند. و سوال این گونه است: چگونه معلوم شدن شب قدر را آنهایی که شما نوکک نقل کردید آنها فهمیدند؟ چگونه برای آنها معلوم شد؟ آنها انبیا نبودند، پیغمبر نبودند.
ягон қавл ҳаст барои ҳаминро исбот кардан? بله در صحیح بخاری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من در خواب دیدم که سحری شب قدر به آب و لای سجده کردم. مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم واقعا آبادترین مسجد در دنیا هست. از اونجا صحابه ها تعلیم گرفتن. مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم یک ختم کننده های برآورد که خدمت آنها و قوت اخلاص آنها و قوت دعوت آنها تا ما امروز من بینید در تمام اطراف دنیا، در مسجدهای اروپا، در مسجدهای امریکا، در مسجدهای تمام کشور دنیا مردم شب قدر را عبادت میکنن، تراویح میخوانند، تهجد میخوانند. از کجا آمد؟ قوت دعوت آنهایی که در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم که عبارت از لای خام، از خشت خام، بالایش عبارت از چوبه های درخت خرما و شاخه های درخت خرما، برگ های خرما بود. و مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم عبارت از یک زمین شغل میده، سنگ میده داشت، خاک بود. بنابراین صحابه ها چه خیلی که در صحیح بخاری آمده است و در صحیح مسلم هم با پای افضل خود نماز میخواندند، پای افضل را نمیکشیدند. چه خیلی که در صحیح بخاری مسلم آمده است یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز بودند و در نیمی نماز از بالای پای افضلشان به زمین فرا آمدند. تمام اهل مسجد از بالای پای افضلش به زمین فرا آمد. بعد وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز را تمام کردند پرسیدند برای چی شما پای افضلهای خود را کشیدید؟ گفتند که یا رسول الله دیدیم که شما کشیدیم. یعنی این دلالت به پیروی صحابگان کرام، عیناً هر کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم میکردن. چه که جناب رسول الله از دست یک صحابه انگشترین طلا رو گرفتند و گفتند که ایعمد احدکم الی جمره، یکی شما مگر آتش رو به دستش میکند؟ به مردها حرام است طلا گرفتن به دست، عموما استفاده بردن طلا به مردها حرام است. گرفتند و به زمین پرت افتاد. بعد رفتند. بعد صحابه گفتند که گیر آخر استفاده برای طلا استفاده بردنش حلال است به مرد. شما میتونید طلا خرید فروشید، تجارتی طلا داشته باشید، شما میتونید و مقصد به همسرتان هدیه کنید یا فروشید. گیر و استفاده گفت که لا اخذه ابدا، هرگز نمیگیرم. لقد طرحه رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حقیقت این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم پرت افتاد. چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پرت افتاد من نمیگیرم. گفت نگرفت خلاصه. یعنی سخت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو پیروی داشتن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن که برای چی پای افضل رو کشیدید؟ گفتن که دیدیم که شما از آن خود رو بدر کردید، ما هم بدر کردیم یا رسول الله. بعد گفتن که نه آخر من رو جبریل اومده خبر داد که در زیر پای افضلت چیزی هست، یعنی نجاست هست، شاید ندیده زیر کردن. بعد من کشیدم. گفتن و مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم عبارت از خاک قالین گلیم نداشت. بنابراین روزی جمعه کسی که سنگچه بازی کند نماز جمعهش بیکار میشد. گفتن وقتی که انسان میشنه در رو بروش سنگچه است، همون سنگچه میگیرد به دستش. وقتی که به همین چیز مشغول میشد خطبه جمعه رو 100% نمیفهمه. کسی که اگر این بازی رو کند جمعهش بیکار میشد. گفتن برای چی این گپ گفتم؟ برای اینکه آنها واقعا مسجدشون خیلی خاکسارانه بود و بالاش هم شاخی درخت خرما بود. وقتی که باران بارید شب 21 بود، وقتی که این گپ را گفتن انا همین شب بود. سحریش پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که سجده کردن به نماز بامداد خواندن و به مردم روی آوردن، میگن که ما در پیشانه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اثری لای و آب را دیدیم. در یک شب پیش گفته بودن که من در خواب دیدم که سحری شب قدر به آب و لای سجده میکنم. یعنی باران میبارد. یعنی این علامت ها شاید همون ساله علامت است. یعنی علامت هایی که است که فرض کردیم در همین دهه باران نبارید. چی مقصد میگم که امسال شب قدر نبود؟ نه، بلکه بود شب قدر. یعنی این علامت ها شاید معلوم میشه، شاید معلوم نمیشه، شاید دو شب همین خیل میشه. بعد کدام آن رو معین میکنیم؟ بنابراین بهترین و صحیح‌ترین کار همین که 10 شب رو شب زنده داری کردن کار، هر یک لحظه هر یک دقیقه اش را.
و چی کار کنند مردم در آن همین دهه ماه رمضان و برای دریافت شب قدر چی کار را زیاد باید انسان اجرا کند؟ بهترین عمل در همین دهه نماز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی شبهای دهه آخر یعنی قدر را شب زنده داری کند با نماز، من قام مقصد به نماز راست استاد از روی ایمان، یعنی چطور مجبور کرد که این شب خواب نکردی، مشغولیت به دیگر کارها نشدی، به نماز استادی؟ ایمان به الله تعالی باور دارم، میدونم که الله تعالی خبر داد که همین شب شب مبارک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادن که شب قدر شب مبارک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم دهه آخر را شب زنده داری کردند و برای این ثواب عظیم وعده کردند. من به این ایمان دارم، باوری دارم، برای همین میخوام همین اجر و ثواب و رحمت الله تعالی رو نائل شم. یعنی ایمانن همین معنا و احتسابا اجر و ثواب امید کند، با مقصدی دریافت کردن اجر و ثواب. در مسجد یک بای هست، شخصی سخی، کسانی که مثلا دهه آخر شب زنده داری میکند خیر میکند، یا آدم برای همین شده رفت مثلا، یا برای نزدیک شدن به همان شب با همون شخص اعتکاف نشست، با همون شخص دوستی پیدا کرد با مقصد دنیا، الله تعالی در پناهش نگه داره. این بسیار بد است. این انسان از این ثواب ها محروم است، چون که دو شرط مونده: من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، از روی ایمان و از روی احتساب، یعنی از روی نائل شدن به ثواب. اگر همین شبها را نماز خواند تمام گناهاش بخشیده میشد، گناههای کبیره و صغیرش. اگر واقعا از صدق و از اخلاص اگر شب زنده داری کند، الله تعالی بزرگتر است از گناه. الله تعالی ذات است که گناهی بسیار، گناهی بزرگ همش را عفو میکند. و حضرت عایشه پرسیدن، ما مثل سوال شما یا رسول الله، اگر دانم که همین شب قدر چی گویم؟ گفتن که قولی بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا تو ذات عفو هستی، عفو کننده، عفو کن. دوست را دوست می‌داری، عفو را دوست می‌دارد الله تعالی. فاعف عنی، از من گناهم را بخش. حضرت ابوبکر هم این گونه سوال دادن، یا رسول الله چی گویم؟ گفتن که بگو که ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا، پروردگار ما نفسمون رو ظلم زیاد کردیم، مقصد گناههای ما رو مغفرت کن. گفته دعا کن. گفتم تماشابینان گرامی، شما ما را مستقیم تماشا میکنید و بعضی سوالهای خودتان باشد میتوانید زیر چت سوالهایتان را نوشته کنید و انشالله که داملا سهرابادلیان در مهمانی استودیوی ما هستند و دهه آخری ماه شریف رمضان است و شب زنده و اکثر از ما و شما شب زنده داری میکنند و باز برابر شب زنده داری کردن و بعضی سوال‌هایی که تشویش می‌دهد ما و شما را دایر به دهه آخری ماه شریف رمضان، به آن سوال‌ها انشالله جواب خواهیم گفت. و ما درباره اعتکاف امروز با شما قبل گفته گذاشتیم و بسیار شما واضح و روشن معلومات دادید و به هر حال با آنهایی که نوکک این لحظه با ما پیوست شدند درباره خود همین اعتکاف کمی معلومات میدادید. اعتکاف خودش چی معنی دارد؟ اعتکاف در لغت عرب به معنای لزوم الشیء، لازم دانستن یک مکان. حتی عبدالله ابن عباس رو نقل میکنن که به نزد یک گروه مردمی آمدن که شاهمات بازی میکردن. اصلا کلمه شاهمات نامی منکر است، غلط است، این گونه نام ها خطا هست. شاهمات یعنی شاه مرد. شاه کی است؟ شاه الله است. شاهی حقیقی الله هست. شاه ها شاه نبودند و با میمورند. شاهی حقیقی الله تعالی هست. شاه بود، شاه میماند و الله سبحانه و تعالی نمیمیرد، زنده هست، نمیمیرد و این بازی معنایش غلط است. مردم شاهمات بازی میکردن. عبدالله ابن عباس میگه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، این چی بودهایی که شما در نزد اینها اعتکاف نشستید؟ گفتن
یعنی آنها کلمه اعتکاف همجا استفاده بردن. آنها که شاهمات بازی میکردن. شاهمات بازی، دو شاهمات باز چخیل میشیند، روبرو میشیند، در پیش شاهمات گذاشتگی. شاهمات همون بتچه ها هست، اسبچه ها یا هیکلچه ها هست. شما در نزد همین همه کار دین و دنیا، زن و فرزندتون رو ترک کردید، آمده در زیر همین سری تعظیم نشستید فکر کرده. این چی؟ بت‌هایی که شما در پیش این اعتکاف نشستید گفتن. یعنی لازم گرفتن یک مکان. و در این در از نگاه لغوی هست. از نگاه شریعت لازم گرفتن مسجد از شخص مسلمان بالغ عاقل و بالغ می‌دارد، یعنی فرزندانی که مثلا تمیز دارن، نه به بلاغت رسیدن. مقصد بسیار فرزندان امروز در سن 15 16 14 به بلاغت میرسن، لیکن میشود که فرزند 7 ساله هم اعتکاف نشیند تمیز، غیر بلاغت با سن تمیز است. تمیز میزه اومدی جدا کردن، یعنی 10 سومه را از 20 سومه جدا میکند، کرته سرخ را از سفید جدا میکند. مثلا کموتون میفهمد اینها اهل تمیزی ها اعتکاف نشیند خوب است. البته همراهی پدرش، همراهی مثلا عمکش، مثال بابایش خوب است، برای اون که فرزند در اطراف مسجد، در تأثیر مسجد به وایه میرسد. بعضی بچه هایی که مثلا تمیز دارن، مانند کودکای 4 ساله مثلا 5 ساله، در مسجد تشویش میدهند و شریعت اگر اهمیت دهید به تشویش مانعه کرده است. کسی پیاز خورده آمده است به مسجد های ما نزدیکی نکند گفتن. برای چی؟ همسایه ها را تشویش میدهد، یا چیسناک خورده باشد، یا به مانند این، یا لباس های صاحبی بوی بد داشته باشد، یا بدنی بودار داشته باشد، نبیاید به مسجد. برای چی؟ برای اینکه اهل مسجد همسایه هایش را اذیت میدهد و فرشته ها را اذیت میدهد. این چنین شخصی که مثلا شکمش گرسنه هست، سخت گرسنه هست، نبیاید به مسجد، بگذار اول شکمش را سیر کند بعد بیاید. اگر آمد نه آمد در خانه بخواند گفتن. برای چی؟ برای اینکه شکمی گرسنه هم تشویش میدهد. اول خوردن را فکر میکند، با فکری خوردن میشد. نماز به آن درجه که شریعت امر کرده است نمیشد. لیکن در مسئله کودک ها شریعت تسامح یعنی عفو کرده است. بگذار تشویش دیان، غم میتیان کودک ها در مسجد یگان آواز میبرارن، گریه میکنن، میخندن، میدوان. شریعت اونم تشویش است. تشویش است یعنی معنی اینا ندارد که پدر و مادری فرزند به فرزندش بی اهمیتی کند در مسجد، نه، حرکت کنه در برش گیرد، آداب تیاد که در مسجد تشویش ندهد. لیکن با وجودی آنکه تشویش از آنها خواهد نخواهد صادر میشود، شریعت دیده و دانسته اجازت داد، بلکه امر کرد که فرزندای به مسجد بیاریم در سن نابالغی، نه اینکه من کنیم تا 18 ساله به مسجد نبیاید، تا اینکه کافر به وایه رسد و دیگه گردناشون شخ شود، دلاشون دیگه مهر زده شود، نه، بلکه به مسجد بیاریم و ما را امر کرد که به اذیت و تشویشی که آنها ما را میدن صبر کنیم. نیروها مونده شده است، لیکن با وجود همین شریعت امر کرد که به همین تشویشی کودکا صبر کنیم. برای چی؟ برای فایده بزرگ آینده اش. امروز ما کمتر ضرر را برداشت میکنیم، برای آینده فایده بزرگ دارد. در مسجد تربیه می‌یابد، 30 شب در مسجد تراویح میکنه با همراهی بزرگان، با همراهی موسفیدا. آنها در کجا همراهی موسفیدا جمع شوند؟ در چایخانه موسفیدا با اینها نشینند. مثلا در مکتب موسفیدهای بزرگان نشه. مسجد جایی که میلیاردر هم همین مسجد باید بیاید، موسفید هم بیاید، معلوماتش عالی باشد هم بیاید، دکتر و پروفسور، بیسوادی کلخاسچی هم بیاد به همین مسجد نماز کنه. همه باید در یک جا باشد، پیر و جوان. این است برابری مسلمان ها، عدالت اسلام. یک جای در یک وقت افطار میکنید، در یک قطار میایستید، در یک صف. اگر شما در صف یکم آمده جای گیرید، شما کمبغل باشید، شما شخص بیسواد باشید، شما یک مسلمان عادی باشید، یک مسلمان عالمی با عقل پولداری با آبرو حق ندارد که شما را از صفتان گیرد و به جاش شیند. این است برابری. پشتی امام که با اونجا امام صاحب هست، امام حق دارد که با اونجا علمدارا رو شنونم 3-4 نفری قفای امام، برای اینم به خاطر نماز که اگر رفت و امام مثلا بی طهارت ماند یا بیهوش شد یا وفات کرد یا هلاک شد یا دیگر مصیبت ها آمد یا اگه نمازش ویران شد، از قفای یک کسی میکشد. به اینجا بله حق دارد که امام همینجا
3 نفر 4 نفر اختیار کند و از همینجا یگان کسی خیساند. لیکن از دیگر صفهای مسجد حق ندارد یگان انسان، نه امام، نه عالم، نه راهبر، نه امیر، یگان کسی خیزاند و شیند. کم بغل است، بای است، برابر است در مسجد. کسی اول آمده است جای امان است. بله. خب اینجا داملا بعضی سوال ها از جانب تماشابین ما آمده رسید. من بیاید میخونم سوال را. اینجا از عبدوالی آمده است که اعتکاف تنها در مسجد شیشته می شود یا اینکه در هر جا می شود؟ مثال در ما در مسجد اجازت نمیتیند که در مسجد اعتکاف نشینیم. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها. کیست ظالم تر از آن شخصی که از مسجدها مردم منع میکند؟ این یک سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که این یک شعائر اسلام است. اعتکاف این فایده های عظیم دارد. اصلا هر امری که شریعت امر میکند فایده عظیم دارد. اعتکاف، مقصد شریعت از اعتکاف چیست؟ شریعت وقتی که یک کار را سپارش میدهد یا ترغیب میکند همین کار را اجرا کنید میگوید، در آن فایده های زیاد هست برای پیروان شریعت. وقتی که نکن حرام است، مکروه است میگوید در آن ضرر است. در اعتکاف چی فایده است؟ مقصد اعتکاف چی؟ قطع العلائق عن الخلائق والاقبال على الخالق. اعتکاف این کندن علاقه از خلائق، از مخلوقات علاقه را کندن و پیوست کردن علاقه با الله تعالی. یعنی در این 10 شب اقلا انسان از تمام مخلوقات گویا که از دنیا گذشت، دیگه هیچ کسی را نمیشناسد. فقط سوال و جوابش با الله تعالی. بگذار 10 شبانه روز با الله تعالی باشد، هیچ گپی ندارد. انسان ها برای راحت جسمشان 24 ساعت 24 شبانه روز 12 شبانه روز به جایهای دمگیری ها می روند برای آبادی جسمشان. روح هم برای ما حقوق عظیم دارد. روح، حق روح را هم دادن. اگر روح به غذا حاجت دارد، اگر روح بیمار شود دیگه این پول و مال شما، دیگه این خوراک مزه طعامتون رو نمی چشید. قیمت ترین طعام در دسترخوان انسان هست، نه اشتها دارد برای خوردن و اگر خوردن مزهش نمی چشد. اما یک کمبغل، یک بنده صالح الله تعالی هم آب می نوشد یک لذت می برد. خیلی که بعضی علماها گفتن که لتسألون یومئذ عن النعیم، روز قیامت روزی است که شما از نعمت ها پرسیده میشید. تفسیر نعمت ها و گفتن که آب خنک، یا آب خنک از این نعمت های ما رو اونها ندیدن. لیکن واقعا این نعمت ها در نظر بیننده نعمت است، لیکن در نظر خود آن آدم اگر گناهکار باشد از این، از زن و فرزنداش، از خانه هاش، از پول و مالش استفاده نمیبرد، لذت نمیبرد اگر از طاعت الله تعالی دور باشه. بنابراین اونایی که از مسجد مردم من میکنه الله تعالی بیترسن، اعتکاف من نکنن. یگان امر در هر چیزی که در زمان رسول الله مسجد فقط برای نماز نیست. مسجد برای نماز است، برای قرائت قرآن است، برای تعلیم شریعت است. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم مسافرها، نماینده های دیگر دولت را در مسجد پیشواز می گرفتند. شخصیت هایی که خانه نداشتند در مسجد خواب می کردند. حتی بیمارها را پیامبر صلی الله علیه و سلم به مسجد خیمه زدند تا اینکه عیادتش برایشان آسان شد. یعنی بیمارخانه هم بود، از آنجا همه تعلیمات شریعت، مدرسه بود، یعنی گوییم قاضی خانه بود، جایی که مثلا مردم آمده درد و شکایت دادگاه بود. مسجد فقط برای نماز نیست. اکنون اگر کوتاه کرده جواب گوییم به آنهایی که عذر دارند، واقعا موافقی در بعضی دولت ها قانونا منع کردند اعتکاف نشستن، آنها چیکار کنند؟ یعنی البته در این حالت این که سنت است، به جای این دیگر عملهای در خانه شون مثلا، یا اگر امکانیت باشه در خانه یک نفر یا چند نفری جمع شده مثلا میتونن نماز جماعت تشکیل دهند. اگر تراویح باشه در مسجدشون فقط اعتکاف من باشد، دیگر شب را با دیگر عبادت ها گذرانند. بنابراین برادرای عزیز، مقصد بعضی سالها وقتی که شما امکانیت دارید اعتکاف شینید، شاید سال آینده همین فرصت ندارید،
عذر دنیوی، عذر دینی، عذر مسافرت، عذرها زیاد از پیش راهتون میگیره، اعتکاف نشسته نمیتونه. کسی که امکانیت داره، این مثال بسیار برادرها به زیارت خانه الله تعالی رفتن، بگذار 10 شب در همون حرم اعتکاف شینه، در مسجد کعبه یا در مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نشینه اعتکاف میکنه. این روزا غنیمت است. من خیلی که در سوال آمد، دیگر برادرای شما اعتکاف نشسته نمیتونه، حتی نشینه خطر دارد، نامنویس میشد نامشون، فردا جوابگری دارد، خطر دارد به جان آنها، به حیات آنها. آنها نشینند اعتکاف اگر همین گونه باشد. بله. و اینجا از یک نفر وهاب تیوی نیز سوال چندین مراتب آمده رسید. برادر عزیز، به سوال شما درباره کدام روز است شب قدر در بالا، یعنی پیشتر داملا گفته گذاشتند، کوتاه اگر گویم در 10 شبیه آخری رمضان شب قدر را جستجو کنید. و اینجا باز چند سوال های دیگر آمده رسید از تماشابینان ما. بیایید به یکی آن را میخوانیم. خب، با آنهایی که بیمار هستند و روزه گرفته نتوانستند، فدیه دادن ضرور است یا چیکار کنند؟ بیمارها به دو گروه تقسیم میشن. بیمارهایی که شفا یافتن آنها امید کرده میشود، اینها انتظار میشوند تا آن روزی که شفا میدهد. الله تعالی برایشان شفای کامل به جمله مسلمانان شفا دهد. وقتی که شفا داد، بعد قضایی داشته میدن، چند روزی که قرضدار بودن داشته میدن. اگر بیماری آن آدم، بیماری یعنی شفا یافتنش را امید ندارند، یعنی بیماری که مقصد هم از جهت سن و سال، هم از جهت بیماری مثلا تبابت نشونده فرض کردیم، در این صورت به هر حال روزه‌اش را میشمارند، فدیه میدهند. به روزی که چند روزی که نداشتم فدیه میدهند، به یک مسکین 1 ساعت طعام میدهند، یعنی 2.5 تا 3 کیلوگرم گندم یا برنج یا مایز یا مقدار همین فدیه میدهند. و خب درباره فطر روزه نیست سوال ها خیلی زیاد شده است. کی باید که فطری روزه دهند؟ فطری روزه واقعا سوال ها خیلی بسیار آمدگی است. ما خواستیم که فطری روزه یک برنامه علاهیده کنید، برای آنکه درباره فطری روزه حتی یک تشکیلات تقریبا 10 سوال فرستاندگی است، همش عاید فطری روزه هست. فطری روزه را بهترین وقتش بعد نماز خفتن شب عید تا نماز عید، یعنی از همه با بهترین وقتش بین نماز بامداد و بین عید، یعنی وقتی کم است. بهترش اگر امکانیتی بعدی بامداد تا عید داده نباشد، از خفتن تا یعنی نماز عید، یعنی همین حالت دهت خوب است تا اینکه همان روز عید استفاده برد. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که این صدقه فطر برای آن خاطر است که روز عید آنها مسئلت نپرسند، از مردم نپرسند. یعنی روز عید در قطار دیگر مسلمان ها آنها هم خرسندی کنند، عید کنند و کودکاشان چیزای خوب خرند، آن روز رو خلاصه خوب گذارانند. برای همین روز عید دادن مستحب است. بنابراین ما هم میخوایم همین موضوع رو به دیرتر مانیم که تا اینکه مردم همون روز نزدیکتر برارن. بله انشالله باز مثل که شما گفتید وسیع‌تر میکنیم اگر عمر وفا کرده باشد به ما. اما در عموم به سوال البته جواب گرفتند تماشابینان ما و واقعا من این واسه میبینم که زیاده از 150 نفر تماشا میکنند، اما در لایک گذاشتن بخیلی نکنید تماشابینان گرامی، چون شما میدونید که شبکه قرآن دستورالعمل انسان مانیتیزاسیون ندارد و لایک های شما برای کسی پول نمی آورد و اجرش انشاءالله در نزد الله تعالی است. از این خاطر شما لایک مانید تا که زیادتر تماشا کنند و آن چیزی که به خودتان دوست می‌دارید به برادر خودتان دوست دارید. یکی از خصلت‌های بهترینی مسلمان همین است و اگر خب کوشش کنید که نوا را به دیگران روان کنید تا که دیگران نیز تماشا کرده توانند ما را. و اینجا یک سوال دیگر آمده رسیده است. فطر روزه را آیا میتواند که شخصی بینماز به یگان کس دهد؟ شخصی بینماز یا به بینماز؟ شخصی
شخصی به بینماز دادن فطر روزه شاید این گونه باشد. فطر روزه یک قسم زکات است. زکات فطری روزه میگن. زکات و صدقه الفطری. زکات صدقه فطر. زکات فطر به این معناها آمده است، به این لفظ ها آمده است در شریعت. بنابر قول خیلی از علما جایز نیست دادن زکات و صدقه فطر به شخصی بینماز. به شخصی بینماز داده نمیشه. به آن شخصی که با این صدقه شما مالی که شما دادید به اطاعت الله تعالی استفاده نمیبرد. غذای آن وقتی که طعام میده طعام شما رو میخورد و به گناه صرف میکند. به اطاعت الله تعالی به عبادت الله تعالی صرف نمیکنه، به آنها داده نمیشه. و یک شخص دهید که با قوت غذای شما عبادت الله تعالی را کند، خدمت دین کند، خدمت مسلمان ها کند. خیلی خوب. و اینجا از ابن عبد به سوال شما نیز جواب گفتند، داملا جواب گفتند اگر شما آغاز نوا را تماشا کنید در آنجا به سوال شما جواب گفتند، چون باز پرسیدند که آن شخصی که نماز نمیخواند آیا روزش قبول میشود، به همین مانند سوال گفتند. و این مسئله اصولی هست، مسئله وسیع هست. شما ثبت دارید ان شاء الله؟ بله ثبت هست ان شاء الله. ثبت برنامه رو باز ما خب ثبت برنامه رو ان شاء الله باز میمانیم و برنامه خودش ثبت نشود از طرف یوتیوب. و اینجا خب بسیار سوال ها هست که با بعضی از آنها ان شاء الله ما در برنامه های علاهیده جواب خواهیم گفت. و شما کوتاه درباره اعتکاف نشستن گفتید و درباره فایده هاش وقتی صحبت را آغاز کردیم ما تا با آخر دوام ندادیم. آیا یگان فایده های شریعتی چی فایده ها دارد اعتکاف نشستن به انسان مسلمان؟ درباره همین هم کوتاه گفته میگذاشتید تا آندمی که مردم سوال های خودشان برای ما روان کنند. اعتکاف چه خیلی که گفتیم واقعا انسان در این غذای معنوی میگیرد، غذای روحی میگیرد، از معامله های دنیوی، از معامله با مردم کنار میگیرد و فقط علاقه خود را با الله تعالی میپیوسته. در اعتکاف دعا میکند که یک دعای بنده مسلمان سبب میشود برای هدایت هزارها انسان ها، برای بهبودی حیات دیگر آدم ها. چون که البته یک انسان وقتی که اعتکاف میشنه در حق خودش اول دعا میکند، بعد در حق نزدیکترین شخص هایش مانند پدر و مادر، همسر و فرزندانش، برادر و خواهرانش، عمک و عمک ها، تقاهایش و خاله هایش و خویشاوندانش، عمومی مسلمان ها دعا میکند. فایده او برای خود و برای دیگرها میرسد و در وقت اعتکاف قبول دعا نزدیکتر است. برای آنکه بنده وقتی که با نیت نیک وارد مسجد اعتکاف می نشیند، البته امید میکنیم که در اولین لحظه هایش الله تعالی گناه هایش رو می بخشد. وقتی که همیشه زبانش با ذکر الله تعالی و با سجده و رکوع و عبادت قرائت قرآن با عبادت الله تعالی مشغول که است، دعای او به قبول شدن نزدیک است. بنابراین میگویم که نعمت الله تعالی با گناه الله تعالی به دست نمی آید. هستند شخصانی که کافر هستند، هستند شخصانی که دشمن اسلام، دشمن الله تعالی هستند. الله تعالی برای آنها داد است. وقتی که الله تعالی را هیچگاه شما طلب نکنید، نعمت الله تعالی با گناه به دست آورده نمیشه. وقتی که آدم گناه میکنه، بنده گناه میکنه و الله تعالی دادن میگیرد، این استدراج است، این جزا هست. هر یک مسلمان خودش را حالت خود را میداند. هر یک مسلمان بینه اگر او در گناه باشد، از فرض و واجب ها دور باشد و الله تعالی برای او داده ایستاده باشد، وای بر حالش ترسد که این دادن الله تعالی از روی راضی بودن به او نیست، بلکه این یک استدراج است، یعنی درجه به درجه او را به هلاکت رسانیدن است. انسان را میبردارد و بعد میپرتاید. لیکن اگر با عملهای صالح به رحمت الله تعالی نائل شدن، به راضی الله تعالی نائل شدن، این دشوار است. برای این وقت طلب میکنه، انسان مهنت باید کند، خواهش نفس، خواهش شیطان، این چیزها رو ترک کند، به آسانی به دست نمی بیاید. آهسته آهسته نعمت می آید به قدر هر یک عملش.
بنابراین اعتکاف فایده های عظیم دارد و آنهایی که اعتکاف نشستن لذت آن را میدانند. حرکت کنید، مقصد مادامی که در عمر و فرصت است و امکانیت هست اعتکاف نشینید. اینجا یک سوال دیگر اومده رسیده است از تماشابین ما. یک انسان در همین ماه به صدمه رخ داده است و 20 روز بیهوش خواب کند، برای وی نماز و روزه قرض میگردد؟ گفته سوال دادند. نماز از ذمه او به قول بعضی علما وقتی که زیاد که شد از یک شبانه روز ساقط می شد. یک شبانه روز اگر بیهوش باشد قضا خوانده می دهد، برای اینکه این در عمر انسان این خیلی حادثه ها شدنش نادر هست و 5 وقت نماز یا 6 وقت نماز را خوانده دادن هیچ باکی ندارد. لیکن وقتی که 20 شبانه روز می شود الکی 100 نماز می شود. 100 نماز را خوانده دادن دشوار می شود. بعضی علما رحمت الله علیه میگن که ساقط میشد، اما روزه ماه رمضان ساقط نمیشه. برای چی؟ برای اینکه در یک سال یک ماه هست خلاص و در غیر رمضان آن آدم و اگر چی بیهوش بود چی بود؟ مقصد اگر چی بیهوش بود او بیمار است، بیهوشی هم بیمار است. بیمار رمضان را قضا می‌دارد. چه که زنهای بیمار 5 روز 3 روز عادت ماهانه دارند و سببی روزه نداشتنشون هم عذر بیماریشون هست. این بیهوش آدمی که 20 روز در صدمه خواب کرد رمضان را کی وقتا که امکانیت یا فرصت یافت قضا می‌دارد، لیکن نمازهایش را یعنی نمازها ساقط می‌شود از جهت بسیار بودنش. اگر خواند خوب است. بله. بسیاری ها گفتند که آنهایی که بیمار هستند موافقی نمون تفسیر آیات ها و علما گفتند که آنها میتوانند که فدیه دهند. تا چه اندازه اینجا دارد؟ فدیه گفتیم که فدیه فقط برای آن شخصانی که بیماریشان امید شفا نیست. این هم قول جمهور علما است. امام مالک فدیه ندهد گفتند. فدیه ندهد برای آنکه وی بیمار است روزه نمیدارد. و بعد رمضان هم اگر شفا یابد قضایی دارد. اگر شفا نیابد و وفات کند برای هیچی واجب نیست گفتند. لیکن فدیه دادن قولی یعنی که بیماری که شفا مییابد قضایی میدارد، طعام نمیدهد. هر وقتی که درست میشد هر وقتی که درست میده طعام میدهد. اگر رفت و درست نشده وفات کند بعد فدیه میدهند بنابر قول جمهور علما. خب اینجا باز چند سوال دیگر اومده رسید، بیاید کوتاه گفته میگذاریم و دیگر جمع بست میکنیم. شخصی که یتیم است صدقه وی قبول میشود؟ التماس پورا جواب دهید به سوالم. یتیم وقتی که انسان ها کلمه یتیم رو میشنوند فکر میکنند که کمبغل است. همه وقت نمیشد. یتیم غالبا بله شخصی که یتیم است. یتیم کیست؟ یتیم شخصی که پدرش از دنیا گذشته است حالان که او به بلاغت نرسیده است اما مادرش زنده. اما اگر پدر زنده باشد و مادرش گذشته باشد یتیم حساب نمیشد. پدرش زنده باشد و از مادرش جدا، پدرش زنده باشد و پدرش در دیگر کشور به این فرزند نگاه نکند اما یتیم حساب نمیشد. یتیم آن کودکی که پدرش در حالت نابالغیش از دنیا گذشته است. وقتی که به سن بلاغت که رسید الکی از یتیمی میبراید. یتیم میشود یتیم پولدار، از پدرش میراث عظیم گرفته است. برای چی قبول نمیشد صدقه وی؟ قبول میشد. صدقه را باید صدقه دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به یک شخصی که به یتیم ها نگاه میکرد ولی و کی یتیم بود، یعنی نگاه و بین کننده یتیم بود، گفتن که مال این یتیم ها رو به تجارت دور گردش ته، گفتن تجارت کن با این مال ها تا اینکه زکات خورده تمام نکند. گفتن حتی به مال یتیم زکات واجب میشد، برای اینکه زکات بنابر قول صحیح به دیوانه و کودک هم زکات واجب است، چون که زکات حقی مال است، حقی بدن نه. بله دیوانه عقل ندارد که نماز خواند، لیکن مالی که در خزینه دیوانه هست و باید به حق مسکین و حق فقیرها داده شود تا اینکه به مالش الله تعالی برکت دهد. بنابراین که مال یتیم ها را سبزان، یعنی تجارت کن با این مال ها که مالاش زیاد شود تا اینکه زکات خورده تمام نکند. هر سال زکات دادن میگیرد و وقتی که کودک به بلاغت میرسد بعد مال کم نشود.
به همین مانند اکنون بیاید طرف دیگری یتیم را نگاه میکنیم و همچنین به آدم هایی که کم بغلتر هستند. از فرنگیس عبدالله زاده سوال آمده رسیده است. شخصی که قرضدار است به وی درست است صدقه یا نه؟ یعنی که به شخص قرضدار دادنی است، شاید صدقه فطر را در نظر دارند. بله درست است. برای آنکه الله تعالی سیومین شخصی که نامبر کرد 8 گروه آدم ها زکات داده می شود. خوب می شد که این مقصد وقتی دراز میگیره 1 ساعت اقلا ما باید فهمونیم که کیها سزاوار زکات است، چون که بعضی انسان ها ناحق زکات میگیرن، به زکات سزاوار نیستن، آمده از پولدارها التماس میکنن که به من زکات جمع میکنن و با همین دیگه تنبل شدند و کار نمیکنن، زکات خورده میگردن. یعنی باید ما به تفصیل بیان کنیم که به یک آدم چقدر دادن ممکن است. خود آدمی زکاتگیر باید داند که از چقدر زاید گیرد حرام است برای او الکی. بنابراین یک برنامه الهیده درباره زکات میکردید برای اینکه خودی همین 8 نفر وقتی که شرح میدهیم 1 ساعت میشد. یکی از همین 8 نفر آدم قرضدار، یعنی به قرضدار زکات داده میشود. به قرضدار زکات یعنی اگر که شخص خودش قرضدار باشد وی به وی واجب است که باز زکات فطر رو بدهد. زکات فطر زکات وی روزه هست، وی زکات مال نیست. زکات صدقه فطر و زکات بدن است. زکاتی که روزه داشتید، هر گناهی که در رمضان کردید، در اثنای روزه غضب کردید، یکی مثلا یگان عملی نادرست کردید، به سبب همین صدقه فطر طهرة للصائم تازه میکند روزه شما را، پاک میگرداند. این مانند سجده سهو است در نماز. اگر یگان غلط کند 2 سجده میکند تا اینکه غلطی او محو شود. این صدقه فطر هم به مانند همین است. بنابراین صدقه فطر را قرضدار هم میدهد. خیلی خوب. و اینجا نوشتند که شخصی معیوبی که عقلش پوره نیست ولی میفهمد که باید روزه گیرد و نماز بخواند، یعنی شخصی معیوبی بیماری DCP فلج معینه سر، عقلش یعنی سالم نیست، میفهمد اما عقلش پوره سالم نیست. یعنی شاید که در یاد گرفتن مثلا کلمه ها زود فراموش می شود، یعنی پوره نیست عقلش. اگر مثلا حفظش مقصد مکمل نباشد ولی سخن را فهمد و از خوردن و نوشیدن خودداری کرده تواند، و قدر امکان خوب است روزه داشتن، برای آنکه روزه برای سلامتی انسان هم فایده دارد، شاید سبب شفایابی شود اگر مادامی که خوردن و نخوردن فرق کند. اما آن آدمی که در مابین روزه فراموش میکند و میخورد، دیگه نه روزه رو فهمد و نه غیر روزه رو، خیلی علاقه معذور است، دیوانه است، برای او واجب نیست. در مورد نمازش چی؟ مثلا نماز را این انسان خوندن این نماز را یعنی نمیتواند، هرچند که کوشش ها کنند و آموزانند هم فراموش میکند، زود نماز فراموش به میکند. شخص دیوانه فرض نیست. اگر این دیوانه نباشد، صحت باشد لیکن بیماریش از دیگر جهت باشد، به قدر امکان فاتقوا الله ما استطعتم. الله تعالی میگوید که شما تقوا کنید به قدر امکانیت تا میتوانید گفته های شریعت را اجرا کنید. یعنی با کاغذ باشدم، با ورق باشدم، نویسند، خواند، از یاد کردن تواند نماز رو بگذار، از ورق خواند ولی خواند، حرکت کند به انجام. لیکن اگر دیوانه باشه از اون نماز ساقط است. درباره از امتان هم یا از امتان پیشینه هم بوده، یعنی روزه، درباره همین کمی معلومات میگفتید که روزه برای امتان پیشینه هم بود و برای امتان محمد صلی الله علیه و سلم. یگان معلوماتی کوتاه درباره هم میگفتید. سوال است. بله، الله تعالی وقتی که ما را به روزه امر کرد، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ای آنهایی که ایمان آوردید به شما روزه فرض گردانیده شد. یعنی روزه داشتن حتمی و ضروری است. روزه رو انکار کرده نمیشه، کافر میشه انسان. حتمی یعنی باید انسان دارد، مادامی که مسلمان است، عقل دارد، بالغ است، باید دارد. حتی صحابه ها کودکان خود را مجبور میکردن روزه دارد، حتی در روزهای عاشورا
نه فقط رمضان، روزهای نافله مانند روزه عاشورا، روزه مثلا نهم ذوالحجه رو صحابه ها فرزندانشان رو مجبورا روزه می داشتند، وعده می دادند، وعده بازی می دادند، وعده طعام می دادند تا اینکه به همین کارهای خیر عادت کنند. اما درباره خصوصیتی برای امتان پیشین بودن آن، امتان پیشینه هم روزه می داشتند. بله. فرض بود برای آنها، برای شما هم فرض گردانیده شد. گفت مثلا داوود علیه السلام روزه می داشتند، پیامبر صلی الله علیه و آله از روزه های نیکی آن یادرس کردند، گفتن که یک روز روزه دار، یک روز روزه خور، این روزه داوود علیه السلام است. گفتن مثلا یعنی مردمی پیشینه، امت‌های پیشینه روزه می داشتند، لیکن رمضان نبود برای آنها. یعنی فرقیتش چون ما در برنامه‌های گذشته بودیم، اکثر از آنهایی که این سوال را می‌دهند شاید شنیدند، چون در تفسیر آیات‌های درباره رمضان 184 سوره بقره تا 186 در تفسیرش همین آمده است. یعنی چگونه بود روزه داشتن امتان پیشین و فرقیتش چگونه بود. مثلا نصارا اول 40 روز می داشتند و بعداً برای کدام موافق روایاتی برای شاه شده 50 روز کردند و بعداً علاوه کردند. یعنی فرقیتش در بسیاری چیزها هست که در تفسیری آن آیات هایی که روزه آنها بعضی روزه های بود در پیشین امت ها که روزه ما خودداری، روزه اصلا ترجمهش خودداری است. صوم خودداری از طعام و از شراب و از همخوابگی، از دمیدن صبح تا غروب آفتاب، این تعریفی روزه. لیکن روزه های بود که خودداری از سخن بود. اینی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، در سوره مریم. من امروز نظر کردم که روزه دارم، امروز یگان انسان را گپ نمیزنم. از گپ زدن روزه می داشتم. برای چی؟ انسان وقتی که گپ میزنه گپی خطا میگوید، گناهگار میشود. بنابراین اگر خاموش نشیندم ثواب میگیرد. این در پیشین دین ها مشروع بود. در دین ما خاموشی مطلق عبادت نیست. خیلی که بعضی مردمی صوفی ها سکوت را مثلا 2 ساعت سکوت میکنن و ماشاءالله فلان چی 3 ساعت سکوت کرد، 4 ساعت سکوت کرد، در یک مجلس میشینه، یک آدم علمدار و بزرگوار گفته حرمت و احترام میکنه. برای چی؟ میگن که 4 ساعت سکوت کرد. سکوت مطلق عبادت نیست. اگر شما سخن غیبت گفتنی شدید و سکوت کردید عبادت است، یا حقارت کردنی شدید لیکن خودداری کردید و سکوت کردید، در این حالت ثواب میگیرید. لیکن گفتن سخن خیر بهتر از سکوت کردن و سکوت کردن بهتر از سخن بد گفتن است. خیلی خوب. و اینجا پرسیدند که بعد از نماز شام به مسجد وارد شدند، یعنی تا وقتی شام شاید که کار میکنند و تا نماز بامداد، یعنی بعد از نماز بامداد به خانه رفتند، آیا اعتکاف حسابیده می شود؟ اگر خواهید که مثلا اعتکاف یک شب اقلا نشستن نیت داشته باشند، باید پیش از اذان شام داخل مسجد شوند. برای آنکه بعد شام وقتی که می درویند بعد اذان الکی 1 دقیقه شب را هم از دست داده باشند، شب گفته نمیشد، اعتکاف شب نمیشد. اقلا بعضی هم میگن که اقله لیله، کمترین اعتکاف 1 شب است. 1 شب چی مقداری دارد؟ از اذان بامداد تا اذان شام، از اذان شام تا اذان بامداد. یعنی از اذان شام 1 لحظه بر وقتتر باید درآید و بعد خواندن نماز بامداد البته باید، برای که اذان بامداد که گفته شده در مسجد برآمدن ممکن نیست. اما هذا فقط عصى ابوالقاسم صلی الله علیه و سلم، اما این آدم باشد ابوالقاسم صلی الله علیه و سلم را گناهکاری کرد، گفتن در حق آن آدمی که بعد از آن از مسجد برآمد. و از آن که گفت از مسجد برآمدن ممکن نیست. حتی با نیت دیگر مسجد رفتن، با نیتی مثلا خیر هم از مسجد رفتن ممکن نیست. باید در همین مسجد نماز خواند. و داملو یک سوال دیگر اومده رسید، اینجا میپرسند که نیت نماز قدر چگونه است؟ نیت نماز قدر یعنی وقتی که انسان به مسجد میرود، به مثلا نماز تراویح یا نماز تهجد کنیم، من امروز در بسیار منطقه های دنیا اول تراویح میخونم، بعد نصف شب 3 آخر شب ساعت 1 تهجد میخونم. یعنی با مقصدی شب زنده داری کردن و دریافت کردن فضیلت شب قدر. وقتی که از خانه
طهارت میکنه به کوچه میره، همین نیت علاکه نیت عمل قلب است. بله. از دل که گذشت همین کفایه هست. یا در خانهش مثلا از زن است میخواهد شبهای دهه را شب زنده داری کند، انا همین نیت کفایه هست. من نیت کردم که انشالله این 10 شب را با اطاعت و عبادت میگذارم، شب قدر را دریافت میکنم. از محروم کیست؟ محروم اون شخص است که از شب قدر محروم شده است. میگن واقعا اگر 20 نفر 30 نفر انسان ها 83 ساله عبادت دریافت کنند و شما دریافت نکنید، واقعا محروم. اگر نمو با پول گردانیم مقدارش معین شد، همین 83 ساله عبادت چند پول میایستاده باشد، اینو ما پول بگردانیم و سانی بعضی مسلمان ها همون دریافت کنن، بعضی ها نیابند، بعد میفهمن که چه خیلی محروم بوده قدری شب قدر. الله پاک است. من و شما این لحظه ها صحبت داریم با مردم، انشالله که امر به معروف و نهی از منکر است، اما میترسم که از شب قدر نمونیم، چون وقت ها میرود، شب عبادت است، شب های عبادت است. شما چی گفتنی داره؟ بنابراین خیلی مردم هم که بسیارتر از عبادت طولانی، مثلا بسیار انسان ها از بعد شام تا بامداد نمیتونه عبادت کنند، در این مدت یک قوه می شود برای آنها تا اینکه خواب نکنند، تا اینکه با دیگر عمل های باطل، یک اگر به دستشان تلفنشان افتاد و به یک سمت دیگر اگر روانه شوند، شب قدر فراموش می شود. بنابراین امید میکنیم که ما آنها را خاطر رسان کردیم و دیگرها را هم به این عمل ها فضیلت شب قدر با خبر کردیم. امید میکنیم. تشکر زیاد میگم تماشابینان عزیز، تشکر زیاد برای شما میگم دامولا که امروز توانستید وقت خودتان را دریغ نداشته باشد و آماده باشد و ما این سلسله برنامه را کوشش میکنیم که هر روز حداقل 1 ساعت برای شما پیشنهاد کنیم در چند روز آخر ماه شریف رمضان. انشالله با سوالهای خودتان را آماده کنید و زیر چت وقتی که برنامه ما آغاز می شود افیر مستقیم شما آنجا میتوانید سوالهای خودتان را نوشته کنید. انشالله با بعضی آن به قدر امکان جواب میگویم و اگر با بعضی سوالهای شما جواب نگفتیم یا داملا جواب نگفتند، شما سختگیری نکنید و انشالله شاید یگان خیری هست که ما بعضی سوالهای شما را نخوندم. انشالله در روزهای دیگر باز برنامه را دوام خواهیم داد و برنامه های آزاد است و شب‌های گفته گذاشتن شغلی که داملا گفته گذاشتن شب‌های عبادت است و بهترین شب‌ها است و از این رو به نصیب نماند. و من باشم با شما خیر و خوش میکنم تا وخوری دیگر در شبکه قرآن دستورالعمل انسان باشد، چون برنامه‌های ما دوام دارد. شما میتوانید ترجمه معنای قرآن را در شبکه‌های ما گوش کنید و یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم و خیر و خوش میکنیم تا وخوری های دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.